بالحب تلقاك ارکان روزه: ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. روزه دارای دو رکن می باشد که عبارتند از: یک، خودداری از شکننده های روزه، اهم از خوردن، آشامیدن و همبستری، از طلوع صبح صادق تا غروب خورشید، و حکم آن از آیه 187 سوره بقره گرفته شده است که الله متعال می‌فرماید: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. و تا زمانی که رشته سفید صبح از رشته سیاه شب برایتان نمایان شود بخورید و بیاشامید و سپس روزه را تا شب به پایان برسانید. دو، نیت روزه گرفتن. دومین رکن روزه نیت است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: اعمال به نیت‌ها بستگی دارد و با هر کس مطابق نیتش رفتار می‌شود. لازم است شخص در طول شب و پیش از طلوع فجر نیت روزه گرفتن نماید. ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها میگوید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی که قبل از طلوع فجر نیت روزه نکند روزه‌اش صحیح نیست. سلسله احادیث صحیحه آلبانی 2623. برای نیت کردن همان اراده قلبی کفایت می کند و نیازی نیست چیزی بر زبان بیاورد.